همین الان این دوتا انگشتو بساب به هم و این سایشو حس کن. ببین سریع شروع نکن فکر کردن، حس کن. خب حالا وقتی حس میکنی فکر نمیکنی. تمام داستان مایندفولنس اینه. وقتی داری حس میکنی دیگه فکر نمیکنی. همین سادگی. برای همین وقتی فکر زیاد داری حس کن. یه چیزی رو توی بدنت، پیشونیتو، فکتو، زبونتو، توی دهنت، گلوتو حس کن، پشتتو که تکی داده حس کن. به من میگی بسیار عالی حس میکنم ولی دوباره برمیگرده. خب دوباره حس کن. تمرینه دیگه، قربونت برم. تمرینه دیگه. تمرین چیه مگه؟ زندگی تمرینه و تو هر چیزی رو تمرین کنی توش بهتر میشی. تا حالا نشخوار فکری داشتن رو تمرین کردی. تو که از اولش تو نشخوار فکری داشتن انقدر خوب نبودی. روز به روز با نشخوار فکری کردن، نشخوار فکری داشتن رو تمرین کرد. از امروز با حس کردن رو تمرین کن. با حس کردن تو حس کردن بهتر شو.